معلم جان درباره همین اهل منافقان گفتین که حتی باید با جنازه ریشون نرویم اگر از خش تبارای نزدیکمون باشه. شما به خاطر نه خواهر من به جنازه اش نروید معنایش این بود که به او نماز نمیخونید و در حقش دعا نمیکنید. اما شما گفتید خیش و تبارم هست، فرزندش انسانی خوب است، یا که خواهرش برادرش من به او تسلیت میدهم، بو که نداره. یعنی شما به خاطر اون منافق نمی روید، به خاطری که در بین خیش و تباری است و به خیش و تبار تسلیت میگوید می روید، با که ندارد. عبدالله ابن سلول بود بدبخت منافق وقتی میمیرد پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینکه پسرش خواهش میکند پیامبر میروند به جنازهش به خاطر پسرش، به خاطر خودش نیو برای خیش و تباری رفته میشود. مثلا یا حتی مثلا خواهری من مثلا دوگانه نزدیکم است در اوکراینا، پدر و مادرش مسیحی هست. وقتی مادرش مرد من حتما به او تسلیت میگم، نمیگم الله مادرت رو رحمت کند که این حرام است، فقط میگم به تو صبر از الله طلب میکنم، و تو از الله صبر طلب میکنم پروردگار این غمت رو برای تو آسان کند. یعنی به او تسلیت میدم، نه اینکه به مادرش دعا میکنم. فرمایشون برای که اگه خش برای خش تباری نزدیکی هست که تماما امی از اهل چی نیستن، باور ندارن و هیچ چیز باور ندارن. آره فقط میترسن، داره از گفتن میترسن که ما مسلمان نیستیم، لیکن بر علا در کار و گپشون معلوم است. داره الله هدایت کند خواهرا، الله هدایت کند.